در شهر خوروغ در بین ساکنان اخیراً آوازه پخش شد که گویا در روزهای نزدیک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان یا پسرش رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی با یک سفر ناگهانی به مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان میآیند تا حال بحران نو پیش آمده در این ولایت خود مختار را به دست خود بگیرند. مردم این را قدم مثبت میشمارند چون که اون به معنای از دست یثرب ها از نهادهای قدرتی گرفتن تشبث در مسئله بدخشان میتواند تلقی شود، ولی این آوازه را یگان منبع معتبر تا حال تصدیق نکرده است و این امید کوچک در بحر نگرانی های افزاینده از احتمال آغاز عملیات غرق می شود. حرکت هایی که این شب و روز در شهر خوروغ مشاهده می شوند بیانگر آمادگی جدی نهادهای قدرتی به عملیات حربی دست کم در یک محله شهر خوروغ برخوروغ یا خوروغ بالاست و هدف عملیات نیز معلوم است. بازداشت محمد باقرов معروف به باقر، یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان و آدمان او. مقامات خبرها درباره آمادگی به عملیات حربی را تصدیق یا رد نمی کنند، ولی منابع غیر رسمی می گویند اگر یگان حالت فوق‌العاده پیش نیاید شروع عملیات دیگر مسئله چند روز و حتی ساعت‌های نزدیک است. بنا به اطلاع رادیوی آزادی روز 12 فوریه یک گروه زنان با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ژنرال علیشیر میرزانبات ملاقات کرده از وی خواستند که مانع آغاز عملیات شود، ولی رئیس ولایت اقرار کرده است که مسئله عملیات بیرون از اختیار او و دیگر رهبران بدخشان است. در همین حال به گفته ساکنان خوروغ در شهر شماره افراد مسلح و تعداد پاسگاه‌ها خیلی زیاد شده. افراد سلاح به دست بغیر از برخوروغ تقریبا در همه محله‌های دیگر شهر کمین گرفتند. تجمع نیروهای سلاح به دست در ویدیوهای رسیده از خوروغ نیز دیده می شود. نظر محمد نام ساکن خوروغ به آزادی گفت حالا در نزد خانه محمد باقر زیاده از 200 مرد و زن قرار دارند و میگویند که به مقامات اجازت بازداشت او را نمیدهند. هرچند نظامیان داخل محله نشدند ولی از بلندی ها برخوروغ را نظارت میکنند. انوره سرکارو و رستم جانی خبرنگارانی که مسائل بدخشان را پیگیری میکنند خبر دادند که گویا از ساکنان خواستند تا روز 13 فوریه از خانه نبرایند و به قضیه باقر همراه نشوند. همین طور دو روز آخر در کوچه‌های خوروغ از رانندگان و ساکنان به طرفداری از عملیات ضد باقر امضا جمع آورده ایستادند. پمیر دیلی نیوز با تکیه به منابع خود حدس زده است که عملیات ضد باقر احتمالاً از 15 فوریه سر خواهد شد. 15 فوریه روزی است که التیماتوم آخرین مقامات به باقر با طلب سپردن خودش و 6 تن از ساکنان دیگر برخوروغ به پایان میرسد. باقر اخیراً طلب تسلیم شدن خودش و آدمانش را رد کرد. مقامات 6 ساکن برخوروغ را به تحقیر و لطکوب نمایندگان دولت در روزهای اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 و خود باقر را به تحقیر و لطکوب و از محله برخوروغ پیش کردن رئیس اداره معارف ولایت لطفالله نوروزوف در صحنه 29 ینور عیبدار میکنند. باقر این اتهامات را رد میکند و میگوید با معلم فقط یک صحبت پدرانه داشتم. او گفت برای آن با معلم بحث کرد که نوروزوف از طریق تلویزیون او را تروریست نامیده و دیگر معلمان را هم مجبور میکند که به ضد باقر در تلویزیون گپ زنند. افزا در بدخشان 25 نوامبر سال 2021 در پی مرگ ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله گلبدین زیوبکوف بعد بازداشتش دیگر باره ناآرام شد. ساکنان با طلب به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ زیوبکوف تابوت او در دست چند ساعت در کوچه‌های خوروغ راهپیمایی کرده سپس 4 روز در میدان مرکزی شهر تظاهرات کردند. مردم تنها بعد به تحقیق مرگ زیوبکوف راضی شدن مقامات پراکنده شدند، ولی با گذشت 2.5 ماه یگان نفر برای علاقت این ساکن روشقله بازداشت نشده است. برقرار کردن دسترسی به اینترنت وعده دوم مقامات به اعتراضگران نیز تا حال اجرا نشده است.